استاد عزیز، بعد آن که شما با تاجیکستان سوویتی به کار آمده در مدت فعالیت ژورنالیستی بیشتر رو آوردید به ژانر فلیتون. سبب رو آوردن به این ژانر چی بود و برای چی این ژانر امروز اگر که گوییم که تقریبا نیست محبوبیت پیشینش رو از دست داده است؟ تشکر. سبب من اصلا فعالیت در شعبه اخبار سر کردم. بعد مصححی چند مدت در شعبه اخبار سر کردم و شعبه اخبار خودتان می‌دونید که مثلا فقط با خبر سر و کار دارد و در اون شعبه معلم زیایی بودن و بعد یک طالب فهمیدم متخصص به قوت خبرهای من تحریر میکردن و هر دفعه معلم تاکید میکرد که ملا حبیبالله این خبر نه علاقه رپورتاژ شده است، این خبر نه علاقه لوحه شده است، این خبر نه علاقه مقاله شده است. خبر باید کوتاه اخچم، کلمه اخچم همون دور استفاده می‌بردن. اخچم باید باشد. این خیلی باید فکت معنی فکت بسیار هم نمی‌مانه خودش. خلاصه تا به امروز من خبر نویسی یاد نگرفتم برادرو. این رفقا خواب میخندن خواب وای میکنن. شما در دایره ژانر خبر نگنجیدم. هیچ در خبر خالبم راست نمود. بعد یک 3 ماه کار کردن. یک روز که معلم محمد امین گفتن که خدا رحمت کنه گفتن که الله حبیبالله این طرف گذشتش نکن اون طرف نه چه گفتن که اکن یوری ساکویچ شما یا عقد خطی من بسپردم. خیلی گفتم. بعد وایشان نشان دادن. عریضه‌شون به نام شادی سعید نوشته که عریضه نیه وایشان چی میگن در پیشنهادشون که از یوروف ژورنالیست تیار کردیم در کدام شعبه خواهید استفاده بردن ممکن میشود همین آدم همین بچه قابلیت دارد میشود برای آینده ژورنالیستیک خدمت کرده میتواند. اما علی محمدی گفتن که خیلی من میگیرم خودم برای که عبدالحمید صمد شعبه مکتوب‌ها گذراندن در کار بود. شعبه مکتوب‌ها شعبه نسبتا سست شدگی بود برای اینکه اودینا میرک اونجا کار میکنن، اودینا میرک افغانستان رفتن اونجا یک متخصص به قوت در کار عبدالحمید اون طرف گذراندن. بعد من هم خیلی گذاشتم به اختیار معلم محمد امینوف ترسون. الان دستم کشوده شد. اکو می نویسم وسیع‌تر می نویسم. بعد چند چیز نوشتم دادم و یک روز چاپ نشد. 3-4 تا متریال چاپ نشد. گفتم معلم متریال من چاپ نمیشه. گفتن چاپ میشه ولی من این شماره به هست. بعد شماره رو گرفتم متریال من دیدم که غیر از امضا میگم چه از آن من نیست. حتی سرلوحه هم از آن من نیست. تغییر افتاد. پاگوی ماندم در اداره گفتم که معلم من دیگر کار نمیکنه. چون این مال من نیست با که ولی بچه میستید میشوید. لیکن یک چیز فراموش نکنید. بعد همون نوشته هم آوردن تحریر نشان نبودن که میشود از آن شما فقط این گزیت است. این وای آزاد نه. این گزیتی دولتی است. این وای دولتی است باید یک وای داشته باشد. یک اسلوب و استیل خودش داشته باشه که با ما ایراد نگیرن وای نگیرن. ما کمیته مرکزی گفتن که پس شورای وزیران از اونجا متخصص به قوت میبینن این خیلی ننویسی نمان وای روح خودش دارد. هر چی رمکه دارد یک چارچوب قالب معین دارد. این خیلی نوشتن نگور. بعد گفتن که شرط همین ما شما تحریر میکنیم همین چارچوب با داخل میکنیم لیکن قرض بعد همین قرض بر میگردونید. تو بگن که معلم شما چند ساله از 50-60 نرفته استادید من اولی 22-23 ساله من قرض کش ما میگردونم. گفت که من با نه دیگرو با بعدی سری ما تو انم جواب میشینی انم میامدگی بچه‌های ناامید نمیکنی تیار میکنی. انا هم وقت روح ما آرام یعنی شما قرضونه اجرا کردگی. دیمانم میگن که شما چند محرک قطعی کار کنید. میگن که اشور حلیم، شادی سعید، غیب نظرش قلندرف، عباد فیض‌الله، نور تبرف و مذهبشو محبتشو 6 محرک ها رو که من 5 محرک قطعی کار کردم لیکن اشور حلیموف من همچون نمی زیر قنات بسیار یک قریب 2 سال همین خیلی کمک و دستگیری کردن و بسیار مهربانی هم میکردن. سببی آن که از فلیتون وقتای آخر مردم دور شدند عموما این ژانر نیست شد سببش چیه؟ سبب این بود که در تاجیکستان سوویتی اولین فلیتونیستی که مطبوعات سوویتی آغاز می شود داملا بهلولزاده بودن. میگفتن که داملا بهلولزاده استاد فلیتونی تاجیک است. بعد بهلولزاده عباد فیض‌الله فیلم کاره ادامه دادن. بعد عباد فیض‌الله یک مدت یک مدت بسیار کوتاه با یک چند تا فلیتون فضل‌الدین محمدیوف
بعد فیلتون یک تا بعد جوره با قزوده می نوشتن. مثلا یک فیلتونش به خاطرم هست جیغ خروسی قشقری از اشکمی ملا عری. این درباره یک ملا پاپ ملای یهودی که مردم همین با ریا و باور چیوای میکرد است و عجایبی کار در چی که همون ملا عری پدری یافای ماشینیست که اون کس در ایدکس کار میکردن فیلتون تا چاپ شدنش دخترشون خبر شدگی نیست بعد چاپ شدن بعد خیلی اونجا کار کردی فیلتون خودم ماشین که معنی دیگر رو کردم من نفهمیدم سبب چی که مردم این سبب من مثلا برای چی از فیلتون دست کشیدم بهترین لحظه های فعالیت ژورنالیستی من دوره مخبری هم بود. بله دوره طلایی. مخبری کلان، مخبری مخصوص. همین سه دوره برای من وای بود. از زمانی که من محرر شدم دیگر امکانیت به فیلتون نشد. کوشش کردم بعضی رفیقا بعد وضعیتم تغییر رو زمان مثلا از سال 92 من محرری گزیده علاقه محرری روزنامه حزبی بودم. زمانه زد و خورد و شور شنگش دیگر شد موضوعهای فیلتون بود هرچند بسیار بود جرأت فیلتون نویسا دیگر بچه جرأت نمیکردن. اگر که پیشتر شکایت میکردن در اون دوره‌ای که شما در نیروی رنجبر کار میکردید وقتی در فیلتون مینوشتید احتمال بود که مثلا شما با تیر و تفنگ بیاین شاید سبب همین هم بود برای که باید بوده خوفی جانی. بله. استاد عزیز بعد این در نیروی رنجبر در روزنامه حزبی کمونیست کار کردید و این به دوره ناآرامی ها راست آمده بود ولی برای من اصلا عجیب است دوره فعالیت شما به حیث سردبیر نشریه چرخ گردون چه خاطره از همه فراموش نشدنی دوره در چرخ گردون؟ سالی که بچه های گروه بچه های با قوت لینینگراد ختم کرده آمدن رحمتی اکبر اینا سالی 88 بود به فکرم 88 ختم کرده آمدن این رحمتی اکبر تا اینم یک بار پرکتیکا یعنی تجربه آموزی در ما بودن بعد آمدن گازیتا تاجیکستان سویتی باید کار با بیان تاجیکستان شوروی شدگی بود ما بچه های قبول نکردن بعد من نازشون درام گفتم که برای چی این قبول نمیم بچه نویت بگو بعد کس همین خیلی بگفتن که منی ندهیلیت دموکراتی یه نیمی вообще не буду работать وای اصلا میشدن همین گشته و روسی میگفتن وای میکردن با بعضی حقاراتی وای هم میکردن سوکک بعد گفتن که او برای که مذهب شو محبت شو خودش یک دوره همین جنجال وای شدگی بود که در بیروی کمیته مرکزی او سال 90 جزا قریب جزا هم گرفته بود دیگه بر گرفته بود جزا گرفته بود وای دیگر احتیاطکار شدگی بود. تحمل کردن. تاجیکستان سویتی تاجیکستان شوروی ارگانی کمیته مرکزی تحت بود نظارت سخت‌تر شدگی بود که یکم سیوای نشد دوره یکم گرباچوی میدونید که دموکراتی شروع آزادی خواهی استقلالیت آزادی این گپا شروع شدگی بود به هر حال حزب کمونیست تحت نظارت گرفتگی بود که گپ از حد نگذرد تا از بالا از سکه پیسیس بود یکم فشاری سری کمیته مرکزی نبیاد این زینه با زینه هم خیلی دوره با دوره هم خیلی بود برای همین از من گفتم که وای مذهب شو روی راست کنید مذهب شو همین اکبر شما قبول کنید مسئولیتش به ذمه من خود شعبه خودتون بگیرید خوب شده بعد در شعبه ما اکبر کار آمد ساختمانی سویتی بود یک 3-4 ماه کار کردن که رحمتی مرادالله من کار به دعوت کردن شیرالی زاده صدای مواد دادرشون نورالله هم کرسی من یک بچه خوش قد بلند بود خدا رحمت کنند گفتن که ملا ҳабибулло مکن شیرالی زاده چه خیلی انسان بوده شما گپشم ملا ҳабибулло کار با بیدم اینجا گفتم که من فعالیتم از همین تاجیکستان سویتی سر کردم و که 20 سال شد به همون خودم تصور کردن نمیتونم گفتی یکم کس بچه‌ها نباشه توصیه کنید گفتم که اکبر گیرید بچه آینده دار بقوت است اکبر گفتن که شما صدای مردم کار میگذارید که اکم شما خیلی کمتر کار کنم گفتن که مدیر شعبه کار با میگیرن شما مرادالله ما جلسه صحبت کردیم خیلی خبرش کردن بعد اکبر وای بعد صدای مردم بگذاشتن اگر وضعیت خیلی شد که یک زمانی شتای حزب بستن و یعنی صورت صبح بستن و وای با وجود آمد یک دوره تفتیشات با وجود آمد دولت یا برقدرت برهم خورد و ما دولت شدیم استقلالیت به دست آوریم دولت شدیم همه پرابلم ما باید در داخل خودمون حل شود
همین خیلی بود. بنابراین اکبرعلی اومد گفتن که استاد من یک روزنامه تشکیل کردنیم. برنامه چرخی. من گفتم که مثلا اکبرعلی عقل من نمیگیرد. ما این بچه‌های در بیرون از وی خواندگی میدونن که در لنینگراد خواندگی مکتبی و گذشته نسبتا میدونن که من میدونم چیکار کردن در کارو و اول 10 جلسه تشکیل کرد. من خیلی روزنامه تشکیل کردن. شما چی مسئله میدید؟ گفتم اکبرعلی من مسئله من اگر یکم کمک از دستم بیاد مراجعت کنید کمک میکنم، لیکن من عقلم نمیگیره چه خیلی من عقلم میگیره استاد. خلاصه 10 جلسه تشکیل کردم. بعد 10 جلسه چرخ گردون وقتی تشکیل کردن بعد اومدن گفتن که استاد وضعیت حزب خیلی شما حاضر جای کارم ندارید، معاشم ندارید، بیاید موقتی کار کنید. گفتن که چیکار کنم؟ گفتن که اکنون زمانه همین خیلی است، پیر مریدی است. یک زمان شما پیر بیدید من مریدتون حاضرم، شما پیر بیاید من هم صاحب مال شما سرمایه‌ای و من همچون مشاور همچون یک باید در کارید شما حتما دیگه. همین خیلی سالی 97 آمدم تا 2007 10 سال سردبیری چرخ گردون. در چرخ گردون بسیار خاطره های نیک دارم. چرخ گردون یک مکتبی آموزشی همین ژورنالیستی تاجیک در زمان تاجیکی همون دوره شد، برای که همون دوره دیگر مطبوعات دیگری نبود، همین وای بود دایجست بود. اول سر شد بعد چرخ گردون، بعد گازیته‌ای که من شریف جان بعد سر کرد و بعد دیگر من همین از اویلا در زمینه یک صحیفه اویلا ما داشتیم موجوده میبود، موجوده خالوه. همین شریف گفته یک وای کده یک وای اکبرعلی گفت که شریف هم نمیشه علاقه از ایده ما گازیت ساخته است، گازیت کرده است. استاد عزیز روح اکبر شد باد و واقعا وقت گذشتن وقت اثبات کرد که مثل اکبر دیگر نمی آید. نقشش واقعا در ژورنالیستیک تاجیک ناز دودنی است. سلامت باشید برای ورقگردان کردن خاطرات. تشکر. سلامت باشید و همیشه بسیار میخواستم که این خاطرات شما در شکل یک کتاب مفصل پیشکشی خوانندگان گردد تا که آیندگان در ژورنالیستیک تاجیک از چون و چراهایی که در ژورنالیستیک تاجیک هستند از اون خاطره های نیکی که هستند آگاه باشند. تشکر. یک تمنا دارم. ما هرچند که در دولت ابرقدرت SSR زندگی کردیم با نام وی افتخار داشتیم، شعرهای بچگانه از دوره مکتب آموختیم و تا در خارج ها هم گشتیم از نام همون دولت. از شکست خوردن دولت افسوس میخوریم بسیار، ولی افتخار از آن داریم که ما امروز دولت داریم، صاحب دولتیم. چیزی مهم من همین است.